دله که یا دله دله میاره دله یاره دله نمیدانم که یار دل داره که یار دل داره کله گنده کله گنده شما به خاک شه چرا خودی جری میزنیم به تا سر مردم گیلک دیونه کله گنده شما به خاک شه منو خاله عباسی خاله خاله جواب ولی با می بالا خونه شما کینه گیلاکه خاله جو چره گیلاکه خیریته شما اشتباه چه تربیه میکنه چرا خاله چکار کلی گندی ازی با خاک شهر را میفته بالا خونه ولی با تا سر به خودی جرو زد گیلاک زد خاله هر کس میجا هر دیونی کس سر من ماز بشکنه خود تربیه کنی به چی خورد لی خاله میفهمی که اون سعودیه دیگه غمی نداره عباس شو سعودی اینجا ساگه یک سنگ به تصمیم نمیداد چه کار میکدم سنگ نیه بگو بالا خود خاله اون مطمع میکنم میگم مریو بخشش گیلاک 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 چیه؟ کلی گندی تو بخواه چه خود جرو میزنی؟ مرد بخش بخون به تلات مادر بخش بیال مادر من تیرتون زکس کلی گندی تو بخواه سر ماز بشکنی حالا خود کاشو تو نه که با خدا نیه با اون جوانتو میاب کن تا اون کاشو خود بستر بده کاشو من تو چرا بزیدی با کل مشکم من همینجور خود سنگی ایله میدیدی به تصمیم چی کار میکدم چه خود جری ایله میدی خود جری به تصمیم ندادی به تا ساعت افتاده نه تو چیه؟ بله بله بنده کاشو من ها؟ همی عباسه که بیامده بلنگ کمشو کو بزن با کل مشکم من تو این کاشو من بنده ها؟ کلی گندی تو بخواه کمشی ندو نره الان بندازم تحت نور با خدا میرم درس هاش ما میکنم برای مردی بودم که تو خود بیاره یا درس رو مردی درس هاش ما میکنم یا نه چیه خاله چکاره خاله کاشو من بگو بده ابا گفتم که ولی دست تو خاله همین کمشو بزن کلی گندی های چشم بخواه شه کمشیر دست با کل مشکم بزن خیر اومده کمشیر بیا پی بیا یک بچه بیه یک بچه بی من لا خدا تو به تاکو چه بگیرم خوب نه که با تو میگم که نگرم با تو میگم بنده که پاخو کنم بنده خدا سنگی با تو بزنم چه بنده جاری من کاشو من دا بنده جاری من کاشو من دا نه جاری نه بگی که نگنده بگی نه بنده کاشو ای تا خوب تو رو تاکو چه نمیگیرم خاله این بچه که بابا من خور بلنگ کمشو که بزن با کل ملنگمه این آدم کنه بیا بچه بیا بله گپ مفنه از تو مثل که آدمی تو آدم میبودم این در پنجره خانه خود شیشه میشونده با نداره من نه چی کنم خاله این تا کنه که خود خبر که دیگه نندازه بچه بابا من شیشته بدون دارم میگه جاری بفتاده به تا کوچه بفتاده به تا سر کل گندی از خودی بفتاده جاری به تا سر کل گندی خب خیره باشه تو نمیگیرم خانه دارم مدام کلکین شمال خورم بله ناله شما کم شمال خورم
شرم حیا نداری؟ عجب مردم شما، غیر از مردم آزادی دیگه کاری نداری؟ ای خاله! ای کوکو! ماما! بابا شما اشته مردمی، چرا وای میدیدم مال مردم؟ ما چی خبر داره؟ ما اگه میفهمید کروشگاه مغزایی بیره میگم زمین بزنم. همین پنجره اورختم اوماری من. چی نقام مردم شما؟ شرم حیا نداره شما؟ مردم عراق و تیر میشه. عجب مردم آزار شما با قرآن. سعی کدو که ما چی اختیار کردیم؟ اما بچه ها خورد رختم خورد خیره بره. تو فهمونی بچه ها خورد. بچه ها خورد رختم و دام پنجره بیام میگم ولی مردم آی برسه. یکی تیر میشه می دیگه سنگ میزنه و تاثیر مرتکز مغزا مرتکز بیره میکنه میشگاه. ببخشیم خاله جان ببخشیم. چی ببخشیم؟ این کار را بخشیدانه؟ لا حول ولا میگه ببخشیم معذرت. تو سعی کو تو که چی حال جای کدام مره؟ شب مردم نافهمیدم اینا. سلام علیکم. وعلیکم اشترا ماما. شکر ماما ایسته کنه چی حالا واسه شما چی روزگاره ایسته کنه تمام لباسا ما تر کردم از تمی کرکی خونی شما چرکی بود بالا من ریختم بالا تو نه شیر ریختم اینا اونیه چیه بس شما چی نگم مردم آزار شما چرا خدا نکنه خدا نکنه خدا خوالی بکنه خصوصا که من لوکه تر کردن شما او ریختیم بالا من کی نمی میخونه شما به این خونه زن منو و گیلا که دیگه چی من دیگه کیش کس نیه خب گیلا که خود شما چرا گیلا که نمیفهمونه اگه گیلا که خبر اون بفهمونه مردم از را تیر میشه مگه بالا او برسیم همین رقم همسایه داری مگر همسایه آزار بدیم آدم یک مشیر آزار نمیده ما همسایه شونه ما چی بدیم شما از ما لالا معذرت میخوام ولی برم گیلا که بفهمونم معذرت شما چیکار کنم لالا سعی کن ما چی بگی مر بده لالا چرا بزنم بفهمونی دیوانه بی عقل خود گفتم پیش ارد میکنم معذرت میخوام پیار خوب بگردم دیگه خیره یک چکی بیلا بی عقلی برخت بالا تو اما چرا چکی برنم ما آخه با من میفهم که دیگه میکنه نکنه دیگه چی می یعنی یک مسلمان دیگه تیر میشه یک سیاست تیر میشه شلاب از منجا سال تو اوی بشکی اوی مرزا با تا سر مرزا خی کار خوبیه خیر پیار خوب بگردم بفهمونی ما دیگه کار خوبی یاد نداره ما شما همسایه دیگه خوبه چه شما اون میفهمم خیر همسایه زیری دیگه تو با کی دیگه برو تا کوچه تا شوم بخوری دیگه تا شوم نه که رنگ تو نگین اما همسایه دست تو بداد شده این با خدا همه مردم تر بکنه بعده تو به بعد نمیفهمی شکران بیا یک دقیقه قربا کجا گم میکنه ای برو خلیفه جوشکار اصلا رو صدا کو بگو بیا یک دقیقه رمزون مگه کار دارم شما بده زودی بیا بله هر اینا بستنم پیش آه این زلوها یا سرکفای و یا لوله ها و اینا حساب کتاب اولا برای ما آماله برای بیاد از اون جایی که گفتم استنده خوب از این جیستم خوبه اینا برای دست شکران که ببوره سر روز ببوره پلر چه کارم؟ پلر هم کار میکنی یا نه؟ و شما اینا کار کنیم به جای روز در گواز بکنیم چی رقم به اگه با کمیتی که هرچی یا روز فقط بعد به یک ساعت دیگه واسه اینا رو خلاص میکنم اگه پلر هم مصرف کار میکنیم نگه هم 3 متر هم برای پلر بستانیم مستعد شما اینا کار کنید که کمیتی یا اضافه اگه هم با
نه حساب اینا رو بفهمون. با من کمک نداره. نه اینا رو هم ری کنیم دست دیگه بیاد. اوه شکران رو ری کنیم که بیاره. همین که جیر همسایه بیامده شما کار داره. چی ماره نگفت چی ما؟ نه گفتم کار دارم. برو خوب بیا. پنده یادم خشکی. من هم ببرم باید دست خلیفه. تا حال نبردی اینا. کی با چی ماه از من؟ من نباشیم که جی جان. دیار خوشحال بخیر. خیلی سلامتی. خیلیته. شکر سلامت باشی. خیلیت که جی. خیریت بیامدیم از شما یه خبری بگیریم. خیر بینیم. تشکر. شما دیگه از ما غریبا خبری نمیگیریم. ما آمدم کمکی هم به شما کار دیشتم. چی کار؟ از این گیلک برار می. از دست ازی بیخی ما با فهمان آمدیم لالا بگذم. چرا الان ایده کارا برام نیه. نکنه؟ آقا بدتر شده بیخی ایده پاک پکیزه بسیم آخر زده. علی همسایه از دست شکایت دارم. عباس تیر شده به جاری بزنده به تسر عباس. با نورالله تیر شده با سطره و چپه کده به تسر. ایت جنجالا و ملکه. امیر اگه میشه خیر ثواب خوب بیاریم به می باق من پیش خوب. بچه کارکن زحمت کشی هسته. آنی دیگه بقیه کمک خود چه با میفهمین ساده ترکیه دیگه. سکر نه این 10-50 خب به 10-50 آن من توبه کشیدم که دیگه گیله کرد من اصلا سلام خودی بکنم. پارسال تو من چون بیاد تو نیانی به من واق بیاردم خودی من انگول واکن. من انگول وا میکنم برفت پشت سر من غالا کلیزه و شد کرده که همه سر کلی و نمیته کده و کیتی تو باد کرده بیداده. بفهمده منم کلیزه ها بکن گفتم یار گیلک من سلام است دیگه که با تو بگم گیلک تو بیانو کلاس برم بده. گب پولی نیه. اصلا گیلک به من پولم بدوی به من جگانه میارم. شما پولم بده من نمیارم اینجی. به خاطر که او سر و کلی و بسته همه درد سره. اصلا شما یک کار کنید خوب. دور ببریم به این بخش دویلی. همینجوری ثبت نام کنیم ما با مخرج هم بدیم هر دست دلجام باشیم که نه همسایه آزاد نه همین چی. چیکار کنی؟ حالا که ما میته بافتادیم من میبرم. حالا که من نمیتونم پر بشن جا گیلک بندازم براجه. اگه دیگه کارم روی که چی جان ما به خدمت شما نه. زنده باشی سلامت. حالا دیگه فقط خب با اگه کرمدار داشتیم اون برار نگیلک شما اصلا اون گیلک هیچ وقت به پیش من نگید. خب خیره باشه. حالا دیگه هم نشه خیلی.